مشکلی پیش میاد حل میشه خیلی آسون، اما به شرط اون که امیدوار باشین یا خندون. این پیچای کوچولو تعمیر کارن همشون، هر جا چیزی خراب شه زود میشن پیدا. هر جا چیزی خراب شه زود میشن پیدا. تعمیر کاران. این داستان ساعت کوکی. این باز زنگ نزد. کوچولو بیا بریم ساعت درست کنیم. کجایی؟ برو تامو بیدم کن. تام توماس بلند شو. تام توماس. هی تام توماس بلند شو، مدرسه دیر میشه. تام توماس زود باش بیدار شو. پاش اینجا چه خبره؟ باتری کجاست؟ نه این یه ساعت قدیمیه که به صورت مکانیکی کار میکنه، باتری نمیخوره، به جاش فنر داره. یعنی چجوری؟ مردم وقتی از اینا استفاده میکنن اول اونو محکم کوک میکنن، بعد آروم آروم که کوکش باز میشه باعث چرخیدن چرخدنده ها و حرکت عقربه ها میشه. ساعت خراب شده. زود باش عجله کن، بلند شو دست صورتتو بشور. سام الان بیدار شدی؟ پدر ساعت زنگ نخورده، خراب شده. اینها مشکل اینجاست، نمیتونه به چرخه، این پر گیری کرده بین چرخدنده ها. کوچولو کمک کن. بابا چه اتفاقی افتاده؟ ایوان فکر کنم اینجا زلزله اومده. آره واقعا خراب شده دیگه، وقتش این ساعت قدیمی رو بندازم بره. تا من دارم میرم سر کار، برای مدرسه دیر نکنی. باشه. ما کجایی؟ توی سطل آشغال. حالا چه بلایی قراره سرمون بیاد؟ خب بذار ببینم چی میشه. مردم بدون اینکه فکر کنن هر چیه که خراب میشه میندازن بیرون. حتی وسایلی که میشه تعمیر کرد میندازن توی آشغالا. و بعد آشغالا به جای وحشتناکی به نام محل جمع‌آوری زباله ها برده میشه. اگه اتفاقا یکی از این تعمیرکارا توی یکی از این وسایل خراب باشه با دردسر بزرگی روبرو میشه. یه بار عموم با آشغالا افتاده بود توی محل جمع‌آوری زباله ها. توی یه تلویزیون قدیمی دفن شده بود. اون به سختی تونسته بود خودش از سر راه بلدوزر را نجات بده و این واقعا یه معجزه بود. بعد از اون همیشه اطراف محل جمع‌آوری زباله ها پرسه میزد و سعی میکرد هر چیزی رو که دم دستش میاد درست کنه. واقعا عصبی شده بود. خدا رحم کرد که گروه نجات تعمیرکاران پیداش کردن و آوردنش خونه. نمیخوام بترسونمت ولی ممکنه به برنامون محل جمع‌آوری زباله ها پسره. بابا من میترسم. سام پس ساعت کوکی کو؟ حتما بابام برده درستش کنه. اما کوچولو پاپا اون تو هم. خب یکم دیگه مونده. من نمیخوام برم محل جمع‌آوری زباله ها. گریه نکن، برای بیرون رفتن از اینجا فقط یه راه وجود داره. باید سعی کنیم ساعت درست کنیم. اما چجوری؟ توی ساعت یه فنر اصلی هست و یه فنر دیگه هم اینجاست. این فنر دوم توسط یه مانع از حرکت میسته و منتظر میمونه. وقتی عقربه کوچیک به زمانی که باید زنگ بزنه میرسه، فنر از زیر مانع میپره و چرخدنده ها آزاد میشن که بچرخن. این کار باعث خوردن یه چکش کوچیک به زنگا میشه که در واقع همون زنگ ساعته. اینجوری یه ساعت کوکی زنگ میزنه. خب پس این پر اینجا دیر کرد و مانع حرکت چرخدنده و خوردن چکش به زنگا شده. دقیقاً. ما باید این چرخدنده ها رو به چپ و راست حرکت بدیم. 1 2 تمام شد. گوجه انگار صدای زنگ ساعت همه. بودو رو بی صدا کجا میاد، زود باش. یه نفر زنگو خاموش کرد. دوباره زلزله شد. کوچولو من اینجا.
کسی بود. یه پر بین چختنداش گیر کرده بود، اما نمیدونم چطوری این پر رفته تو اون ساعت. شاید به خاطر اینه که من اکثرا ساعت رو میذارم زیر بالشتم که صدای زنگش بیدارم نکنه. یعنی منظورت اینه چون یه نفر دوست نداره صبح زود از خواب بیدار بشه ما بعد کارمون میکشیم به محل جمع‌آوری زباله ها؟ اگه اون یه نفر یکم عجله نکنه بعد